کی میتونه جواب بده؟ برای چی اومدین؟ بیا. نه. مقصد اومدنم مقصد همیه که مثال در 34 سال زندگیم حیاتم که فعالیت کردم فقط کار یگان فکر دیگه در سر نیست. بعد چی؟ بعد فقط کار میکنی تو کیا؟ تا وقتی مردن اگر با همین فکر برم اگر خب با همین نتیجه برم اگر سبب اومدن در چه؟ سبب اومدن در همیه که باید مخمه انسان همچون یک انسانی موفق بسازم. یک فکر اندیشه دیگه خط یک نتیجه ای که برای آینده ما معنی داشته باشه زندگی. То есть نگاه کنید اگر که شما اینجا اومدین значит то есть ما از یک اینسایت زور میگم که این میگم ده کمتر پیش برم با قفا میرم. کلانترین سببی که شما توجه موفق نیستید. کلانترین سببی که شما توجه موفق نیستید. ما سال 24 20 درس گذراندگیم زیاده 2000 آدم پیش ما گذشتگی ما آنالیز کردیم. ما یک سبب رو آوردیم. یک سبب. بسیاری چی میگن پول ندارم، امکانیت ندارم، نه که ما سبب اساسی را آوردیم. چیه؟ محیط. مهمترین سببی که شما امروز خوشبخت نیستین اون همه آدمایی که در گرد شما هستند. بله. تمام ما دکازات کردیم به سوم به شناس به امکانیت آدمو شرکت ساختن. آدمو صد شما میدونین که 80% آدمایی که در درسای ما رزولتات گرفتگیان نمیخوان چون در کامرون نشون بدن. سببش با همین محیط با بسیاری اهمیت دادن. چه آدما میترسن درآمدشون بگن. بسیاری میگن من از خودم تماشا داشتم رنگی که ساختگی بود. آدم میگه که اینا رزولتات ندارن وقتی که رزولتات نشون میدی انداز بسیاری میترسن که میگه آزی سر میشم. یک کس میگه اکا ممکنه من درآمد من نگم برای که خشتوارو زنگزنی را سر میکنن. بله. فهموان. خب این نکیم شما در محیط نمانده است بود جا بیاین کی را نمانده است بود محیط جام. نکیم شما آمدین. значит یکم بار سبب خواهش شما ای محیط بقوتر شد. فهمیدین نه؟ تو значит خواهشتون تو شما وجد تو چی درجه را بزرگ شدین؟ شتو گفتن که گوش که اینه می هم بگوی نرم من میرم جن. کی هم خیلی بود. غلبه کردین. نه که می یکم قدم تو نولی. نو چی سبب شد که شما غلبه کردین؟ چی سبب شد که شما را هم گفت نرین؟ تو چی؟ برای می من همون چیزا میخواستم فهمم. یعنی اساس من میخواستم فهمم که چی سبب شد که شما آمدین؟ همه گفت نه یا نه که شما آمدین. ما سبب آمدن اینجا من سبب همی شد که من 21 دولت اروپا را گشتم. در راننده گشتم همچون راننده ماشین کلان بارکش. لیکن من گشتم من اول فکر میکنم که در اونجا مثال کار میکنی سومی کلان میگیری درآمد میگیری. نه در عکس این خطاب در فکری من وقتی ما را کار میفرماندن یک سومی مثال سوم میدادن که ما در نمیرسید. من می آمدم و سوم همی 4 ماه میخوردم با مجبور بودم که برم همون سوم کار کنم. اینجا چی با اومدن؟ اینجا برای خدمت ساختن آمدم. برای که ما خیلی خدمت بسازم که دیگر در همین مشکلی ها نبا که ما 27 دولت اروپا را برای کار کردن برای تماشا کردن برای استراحت کردن برای یک معلومات علم گرفتن خدم اگر من وقتا را صرف کنم خوبتره برای ما. قدمی که در جمع ماندم از اولین روزه که برای ما برای خدمت مثال ساختن موفق کردن. سبب رحمت کلام